از 18 ایون در اتوبوس و تریلبوس‌های دو خط سیر مرکزی شهر دوشنبه پرداخت‌های نقدی منع شد. برای استفاده از نقلیات جمعیتی مسافران باید سیتی کارت و یا کارت الکترونی استفاده برند. کارمندان خدمات نقلیات آنهایی را که چنین کارت ندارند به اتوبوس و تریلبوس راه نمی‌دهند. برخی از ساکنان گفتند که برای استفاده از نظام الکترونی آماده نیستند. این هم در حالی است که 2 هفته باز طریق تلویزیون‌های دولتی درباره گذارش به نظام الکترونی اعلان‌های ترغیباتی نشر می‌شود. به کارت راه نمی‌دهند. مسافر باید چی کار کند؟ مثلا او 10 سومانی ندارد، فقط 2 سومانی. باید به اتوبوس نشیند. سفسطه. یک دفعه از اتوبوس استفاده کردیم. گاهی می شود که از کار می براید. اول کارت خریدگی بودیم، خیلی ساده است، می‌داره آسان برای ماشین بشیدن نکردن، خیلی خوب است. اپرات می‌بینیم پول کارت می‌گذارانیم میریم تمام. کارت 10 سومانی نرخ دارد. 4 سومانی پول خودی کارت و 6 سومانی دیگر در حسابش ذخیره می شود. این مقدار پول برای 4 بار استفاده از اتوبوس و 6 دفعه نشستن در تریلبوس کفایت می کند. ترمینال های مخصوص برای پر کردن حساب کارت ها در هر ایستگاه گذاشته شده است. در نزد این ترمینال ها اختیاریان هم کارت می فروشند و هم طرز درست استفاده از آن را نشان می دهند. ترمینال های مخصوص هستند، می توانید در اینجا کارت خود را پر کنید. تلاش نخستین شهرداری دوشنبه برای راه اندازی نظام پرداخت الکترونی در اتوبوس و تریلبوس ها در ماه اپریل امسال موفق نشد. ساکنان نخواستند برای خریدن کارت 4 سومانی صرف کنند. از طرف دیگر در نقلیات جمعیتی ولی دفتر و یا دستگاه مخصوص الکترونی فعال نبود. مسئولین میگن حالا این نقصان برطرف شده است. شهروندان شکایت میکردند که ترمینال ها کار نمیکنند. خوشبختانه با امروز همه اونها فعال گردانده شده است و در موردی یگان مسئله بحثناک پیدا شدن نسبت این یا اون ترمینال کار نکردن و تلفنی نقطه تنظیمگری جمعیت دارای مسائل محدود اوستا گروه که شبانه روزی برای منتشر است مراجعه نمایند. به گفته مقامداران نظام الکترونی پرداخت تنها به منفیت است، اما در همین حال به اینابت گرفته نمیشود که صدها کاندوکتورهای تریلبوس و اتوبوس ها میتوانند بیکار مانند. عملی گردیدن کارت الکترونی این به سطح و صفت خدمترسانی نقلیاتی آورده میرساند. دوم اون حل بحثایی که اوید به برگرداندن بقیه بین راننده و مسافران جای داشتن از بین می رود. سوم جریان منتظم حرکت گردش مالیوی جهت زیاد شدن اندازها با بودجت محلی عملی کرده می شوند. وابسته به این از عملی گردیدن کارت‌های الکترونی البته معاش رانندگان هم بلند برداشته می شود. سطح و صفت خدمترسانی با مسافران بهتر می گردد. طبق نقشه تا ماه آینده همه نقلیات جمعیتی خط سیرهای پایتخت باید به نظام الکترونی بگذرند.